مسافرین گرامی به شهر مولایالی با بلخ باستان خوش آمدید. ساعت 6:20 صبح و حرارت هوا 15 درجه سانتیگراد می باشد. برای حفاظت جان شما تا وقت طیاره به طور کامل استاره شده نباشد، آنجای خورشور نخورید و کمربندهای خود را باز نکنید. در وقت پایین شدن از طیاره بکس‌ها و لوازم خود را فراموش نکنید. آن مسافرینی که از افغانستان هستند شما را به وطن خود خوش آمدید میگم. اجازه بدهید که از جانب کامیار هوایی شرکت من کاپیتان نور احمدزی از شما تشکر خاصی نمایم و امیدوارم که در سفرهای آینده در خدمت شما خواهم بود. آن مسافرینی که دیگر جای سفر دارند در وقت برآمدن از طیاره برای معلومات بیشتر همراه کارمندای کامیار هوایی شرکت صحبت نمایند. سفر ما همینجا در میدان هوایی مزار شریف پایان می‌یابد. شما را به خداوند کریم سپاریم و روزهای خوش.